سلام برعکس خفن. اومدیم پارت 1 سروایول. لیتس گو. اولین کاری که همه میکنن 100% میریم چوب میکنیم. لیتس گو. بچه میگیم من با گوشی دارم پلی میدم ولی موس و کیبورد وصل کردم بهش برای همین اینجوریه. چوب بزنیم. اوکی. با چوب 4 تا استیک درست کنیم و یک عدد کرافتینگ تیبل. اوکی. یه دونه فعلا پیکاکس درست میکنیم. پیکاکس نیست بزنیم تبر درست میکنیم تا چوب بزنیم. اوکی. اوکی همینقدر چوب دیگه بسه. صبر کنی بریم وسایلای دیگه رو هم درست کنیم. یه دونه پیکاکس فقط دیگه درست میکنم. اوکی. پیکاکس و بریم دیگه آهن مای کنیم و وسایلای آهن. اوکی برم. ببخشید بریم وسایل سنگی درست کنی. اشتباهی گفتم آهنی. یکم سنگ بزنیم. پارتیش میکنم مثل پارت بعدی دیگه. و هدف ما این نیست که هدف اصلی ما این نیست که کامل بریم اندر دراگون رو بزنیم. هدف ما اینه که بازی کنیم فقط اینو پارت ادامه بدیم. حالا نمیدونم هدفمون رو هنوز درست نکردیم. اول باید خودمون چیز کنیم این خونه داشته باشیم اینا. بعدش میریم سراغ هدفمون که چیکار کنیم اندر دراگون رو بزنیم چی. اوکی. همینقدر برای وسایل سنگی دیگه بسه. بزن بریم بالا. اوکی اینجا نمیشه. خیلی پاکیدن جایی این پارکور جهان نداره. شاید من نداشت باشم. شاید مثلا یه بچه کوچولو. اوکی پارکورش از من بهتر باشه. یه دونه شمشیر درست میکنیم. یه دونه نیزه و یک عدد تبر و یک عدد پیکاکس و یک عدد فرنیس. اوکی وسایل سنگی هر چیزی داریم بخواد رو ساختیم. لیتس گو بریم سراغ این لکچر. اینجوری چیزی کنیم اینجوری است. اینجوری میریم میزنیم اینجوری عمل. اوکی اول بریم که تخت درست کنیم. اوکی با این میخوام چطور میتونم پلی بدم. اوکی خوب کجاست؟ حرامه ولی داریم بازی حرام نیست. بازی دنی واقعی که نیست. اوکی خب این روز تموم شد دیگه. این پارت رو تموم میکنیم. اوکی بازی خیلی سخته ولی خوشم میاد. خوب کار کرد ولی الان یکم سریعتر با کار. الان اینو بکشم اونجا یکی دیگه بود فکر کنم دیگه درست شده. اوکی
شد و بریم یکم از اینا بزنیم. بگید کنید بدونید از اینا بگید چرچ کنیم کل زغال نداره اینا رو میکنیم اینا رو بسیزیم تا بکنیم من از همین روش استفاده میکنم. اوکی سریع الان یه غذای سرسری بزنیم. اوکی که فقط خونمون پر بشه. اوکی بله هیدات کرافتینگ تیبل کرافت تیبل خودمون داریم. بله اوکی یه دون بد همین یک مکان که صاف باشه بتونیم برای خودمون خونه بسازیم. غذا اونجا پیدا بشه نیاز داریم. اوکی با بگذاریم. اوکی همینا دیگه بسه. اوکی let's go بلش کنیم. اوکی چیکار کنیم؟ یکم غذا میکنیم برای غذا ممکن مثلا برداریم شب شد اسپایدر بکشیم یا اسپایدر تاش چیز درست کنیم قلاب ماهیگیری و اینجوری بیلد بکنیم خونمون را. فعلا یکم غذا جور کنیم حداقل. مکان خوبیه چون که میتونی بریم توی او شت خارها امان کنیم. اینجا من ماین کردم. آره بریم بالا. اوکی اوکی بزن بریم بالا. گراول داریم بالا فکر کنم. اوکی اینجا یه موقتی اینجا میسازیم. آره دیگه همینجا خوبه نه بعدی نمیشه فکر نکنم. حساب کنید بریم اون طرفتر کنیم توی خارم چه خبره. توی خارم فکر نکنم بیاد یه خاره دیگه میریم. باید بریم از این غار از این غار بیرون. واشت من خیلی قدرت پارکورم افتضاحه. و اوکی اینجا دیگه بیلد میکنیم. فکر میکنیم من مثلا خیلی خفن بخوام بسازم. نه خونه کوچیک میسازیم بعدا میریم. الان دیگه خونه کوچیکمونو که ساختیم میریم ماین میکنیم این چیزا چوب ماین میکنیم تا بتونیم یک خونه بزرگ بسازیم. اوکی خب فرنیس اینا رو بذاریم تا پخته بشن. اوکی بلش کن. بله میخواستیم چی بسازیم چند تا ولشون. اوکی وای داره شبم میشه ولی ما میریم یکم این کنیم. اوکی بچه لطفا سابسکرایب کنید. برعکس پارت اول تموم شد. بعد پارت اول که من نگاه کردم من فقط یک عدد اسنیک کشتم که اینم از استرینگاش که قلاب ماهیگیری بسازیم و تموم شد از این پارت. تا پارت های بعدی خدا نگهدار.